بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادی له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه حتی فردا متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. الله را شاکریم از اینکه یک بار دیگر این توفیق نصیب راه ما قرار گرفت و به همراه شما گرامیان در درسی دیگر از برنامه‌های شرح معانی و تفسیر آیات سوره مبارکه بقره با شما گرامیان باشیم با آیات دیگر از این سوره عظیم رو. در درس‌های گذشته به همراه شما سروران تا آیه 7 از این سوره مبارکه رو پیش رفتیم و در این برنامه هم بیاری الله متعال آیات 8 به بعد رو به تلاوت خواهیم گرفت. در آیه 8 می‌خوانیم که الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین. بعد از اینکه الله متعال در دو آیه اول این سوره به تعریف قرآن کریم پرداخت، در آیه 3 و 4 و 5 در 3 آیه الله متعال کسانی رو برای ما معرفی فرمود که از این قرآن کریم نهایت بهره و استفاده را میبرند و به او ایمان آورده و دستورات او را سرلوحه زندگی خود قرار میدهند و به این طریق هدایت دنیا و سرافرازی و رستگاری آخرت را نصیب خود میکنند. بعد از آن در آیات 6 و 7 الله متعال برای ما از گروه دوم مخاطبین قرآن کریم سخن به میان آورد و آن کسانی هستند که با انکار و عناد و سرسختی کافر می شوند و نمیپذیرند حقایق واضح قرآن کریم رو و دلایل این انکار رو هم الله متعال بیان فرمود و سرانجام آنها که عذاب عظیم است. گروهی که به قرآن ایمان نمی آورند و سرانجام با کفر از دنیا می روند چرا این کار را می کنند و اسباب این موضوع را الله متعال در آیات 6 و 7 برای ما بیان نمود. از آیه 8 به بعد تا آیه 20 در 13 آیه الله متعال دسته سوم مخاطبین قرآن کریم را برای ما بیان می‌فرماید. انسان‌ها در برابر قرآن کریم 3 دسته‌اند: یا مؤمنانی که با ایمان می‌آورند، یا کسانی که اصلا ایمان نمی‌آورند و اما دسته سوم کسانی که ایمان ندارند، کافرند در حقیقت، اما در ظاهر خود را مؤمن و مسلمان معرفی می‌کنند. اصطلاحی به نام منافقان، نفاق. الله متعال در 13 آیه برای ما سخن از منافقان میگوید. از منافقان سخن به میان می آید و خطر این عده دشمنان پنهان امت اسلامی، مار در آستین، گرگ در پوستین میش، بزرگترین دشمنانی که امت اسلامی در تاریخ خود داشتند منافقانند. کسانی که در ظاهر مسلمانند اما در حقیقت کافرند. کسانی که به دروغ اعلان ایمان می کنند تا در صف مسلمانان نفوذ بکنند و از این طریق از داخل به مسلمانان ضربه بزنند و از داخل خیانت بکنند. در مدینه منوره رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از غزوه بدر با موضوع جدیدی دست و پنجه نرم می‌کرد به نام نفاق. منافقین اولین بار در تاریخ امت اسلامی بعد از غزوه بدر به وجود آمدند. بعد از اینکه قدرت مسلمانان رو دیدند، بعد از اینکه شکست و ذلت و خواری قریش رو و سران قریش رو در بدر مشاهده کردند، ترسیدند از مسلمانان و به خاطر حفظ منافع و مصالح و جایگاه خود در جامعه اسلامی رو به نفاق آوردند. نمیتونستن مسلمانان واقعی باشند چون اصلا علاقه‌ای به اسلام و دین نداشتند، هیچ نسبتی با دین نداشتند و نمیتوانستند هم مستقیما کافر باشند چون منافع آنها
مصالح آنها، جایگاه آنها، اهداف و برنامه‌های شوم آنها در صف مسلمانان، در جامعه اسلامی، در سرزمین مسلمانان به خطر می‌افتاد. از این رو به نفاق آوردند تا بتوانند که از این طریق ضربه بزنند. قرآن کریم سوره مبارکه بقره که در مدینه منوره از ابتدا تا انتهای تاریخ مدینه قدم به قدم با مسلمانان همراه بود و آن گونه که آنها در میدان مبارزه می‌کردند، آیات هم پشتوانه اعتقادی بر روحی و معنوی مسلمانان و مجاهدان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یارانشان بود، منافقان رو برای ما معرفی کرد. سوره مبارکه بقره در ابتدای قرآن کریم بعد از 7 آیه در سومین صفحه قرآن کریم الله متعال برای ما از نفاق میگوید، از خطر نفاق و منافقان میگوید تا به ما بیان دارد و برای ما مشخص بکنه و معرفی بکنه این دشمنان خطرناک. هرچند که در سوره های دیگر باز این معانی تکرار شد، در سوره مبارکه نساء، در سوره مبارکه توبه، در سوره مبارکه انفال، در سوره مبارکه المنافقون که به همین نام است اصلا و آیات مختلف دیگری در سوره های دیگر برای ما الله متعال از منافقان گفت. منافقانی که در امت اسلامی نفوذ کردند. در آیه 8 الله متعال میفرماید و من الناس، و از مردم عده‌ای هستند که من یقول آمنا بالله، در سخن میگویند، در ظاهر میگویند آمنا بالله، ما به الله ایمان آوردیم، والیوم الاخر، با آخرت هم ایمان داریم. ابتدا تا انتها رو قبول داریم. خلاصه ارکان ایمان که اولی ایمان به الله است و آخری ایمان به یوم الاخر است، همین ها رو ما قبول داریم. آمنا بالله والیوم الاخر، قبول داریم بهشتی هست، دوزخی هست، حساب کتابی هست. اینها در ظاهر میگن ما ایمان داریم، اما الله متعال میفرماید و ما هم بمؤمنین، اما اینها ایمان ندارند، اینها دروغ میگویند، اینها دروغگویانند، چرب زبانانی هستند که به خوبی میدانند چگونه دروغ بگویند. اینها استاد دروغ گفتنند، اینها استاد درویی هستند، اینها تخصص پیدا کردن. و من اهل المدینه مردوا علی النفاق و من من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. در سوره مبارکه توبه الله متعال بیان فرمود که اطرافیان شما در اطراف مدینه منوره و من حولکم من الاعراب منافقون، یک عده از بادیه نشینان در اطراف مدینه منافق شدند. و من اهل المدینه، و از اهل مدینه هم کسانی هستند که مردوا علی النفاق، تخصص پیدا کردن در نفاق. لا تعلمهم، ای پیامبر نازنین من، تو آنها را نمیشناسی. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم با آن حکمت، با آن درایت، با آن شجاعت، با آن تأیید الهی، نصرت الهی، ارتباط با وحی هم خودش به تنهایی قادر به شناخت آنها نبود. لا تعلمهم نحن نعلمهم، من الله با عظمت آنها را میشناسم. الله متعال میفرماید درباره اینها در سوره منافقون اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم، وقتی ظاهرشون رو میبینی، پایبندیشون رو میبینی، التزامشون رو میبینی، قیافه و تیپشون رو میبینی، تعجبک اجسامهم، اصلا تو رو به شگفت میآورد ظاهر آنها. و این یقولوا تسمع لقولهم، وقتی سخن میگویند ای پیامبر من، ای محمد مصطفی، ای بزرگترین پیامبر تاریخ بشر، تو هم به حرف آنها گوش میدهی. پیامبر امت رو هم اینها فریب میدادن، چه برسد به من و تو، چه برسد به من و تو، پیامبر امت رو اینها فریب میدادن. و من الناس، در همین سوره بقره باز با همین تعبیر و من الناس، الله متعال در آیه 204 همین سوره میفرماید و من الناس من یقول و من الناس من یعجبک قوله فی الحیاة الدنیا، ای پیامبر من سخن گفتن آنها درباره دنیا، تحلیل و بررسی آنها در وقایع دنیا و سیاست دنیا تو را به شگفت می آورد. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیاة الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه، الله را بر آنچه که در قلب اوست شاهد می گیرد. قسم می خورد که من خیرخواه شما هستم، قسم می خورد که من خیر شما را می خواهم، قسم می خورد که من با شما هستم، من از شما هستم. و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام، در حالی که او لجوج ترین دشمنان تو ای پیامبر من، لجوج ترین دشمنان تو همین ها هستند.
همین ها هستند. هم العدو در سوره منافقون میگوید فاحذرهم قاتلهم الله انا یؤفکون. دشمنان حقیقی همین ها هستند، از اینها برحذر باش، الله آنها را بکشد. چگونه دروغ پراکنه میکنند، چگونه فتنه افروزی میکنند. و من الناس، برگردیم به آیه 8، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. ای مسلمان، الله متعال در ابتدای قرآن کریم در سوره بقره در آیه 8 به من و شما میفهماند که ای مسلمان، فکر نکن هر کسی که میگوید من ایمان به الله و روز آخرت دارم مؤمن است، مسلمان است، برادر توست، در صف توست، همراه توست، خیرخواه توست. نه، این گونه نیست. همین کسانی که برخی از اونها خود را مسلمان می‌دانند بزرگترین دشمن شما هستند، مار در آستین هستند، از پشت به شما خنجر خواهند زد. اینها رو خوب بشناس. چرا این کار رو میکنند؟ یخادعون الله والذین آمنوا. در آیه بعد در متى میفهمند به زعم باطل خود گمان میکنند که میتوانند الله و کسانی که ایمان آورده اند را فریب دهند. منافق گمان میکرد که با این دروغش میتواند رسول الله صلی الله علیه و سلم را فریب دهد و به زعم او فریب رسول الله علیه و سلم فریب الله متعال بود. فکر میکرد خدای اینها رو من فریب میدم، اینها خبر ندارن ما چه هستیم، پشت صحنه نقشه میکشیم، جلوی اینها میایم تعریف و تمجید میکنیم و اینها باور میکنن. اینها و خدای اینها و دین اینها رو به بازی گرفتیم. الله متعال میفهمد نه، و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. این بیچاره فقط خود رو فریب میدهند. و ما یشعرون، شعور ندارند، درک و فهم این رو ندارند که بفهمند که چه بلایی سر خود در می آورند. اینها چه کار میکنند با خود که تظاهر به ایمان میکنند اما ایمان ندارند. چه سرانجامی پیش روی اینهاست، چه بلایی به سر خود در می آورند. کسانی که فقط به فکر دنیای خود هستند و با فریب و دروغ در بین مسلمانان نفوذ کردند. فی قلوبهم مرض. سرمنشأ بیماری اینجاست که در قلبهای اینها مرض است. قلب اینها مریض است. قلبهای اینها بیمار است. قلبهای اینها دچار بیماری شهوت است. قلبهای اینها دچار بیماری شهرت است و قلبهای اینها دچار بیماری شبهات است. شهوات، شبهات، شهوت از یک طرف و شبهه از طرف دیگری به اینها هجوم آورده. قلب اینها رو شهوت دنیا، شهوت مال، شهوت‌های مختلف دنیا به خود اینها رو مشغول کرده. اینها شهوت پرستانی هستند که به دنبال دست یافتن به شهوت‌های خود هستند و شبهاتی که مطرح شده اینها رو از راه بدر کرده. قلب اینها بیمار است. بیماری شهوت و بیماری شبهه اینها رو در بر گرفت. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الله متعال هم بیماری اینها رو بیشتر میکنه. اینها رو بیشتر در دام شهوت‌ها غرق میکنه. اینها رو بیشتر در دام شبهات بند میکنه تا توفیق ایمان حاصل نکنند. سرانجامش میشود که ولهم عذاب علیم، و برای اینها عذاب بسیار دردناکی خواهد بود. بما کانوا یکذبون، چون اینها دروغ میگویند. اینها دروغ گویند. اینها کفاری هستند که به دروغ خود را مسلمان معرفی میکنند. سوال پیش می آید که یا الله اینها رو برای ما معرفی کن، ما اینها رو بشناسیم. ما چگونه تشخیص بدیم کسی که میگوید ایمان دارم به الله و روز آخرت، ما که قلب این را نشکافته ایم؟ ما از کجا خبر بشیم که این راست میگوید یا دروغ میگوید؟ اینها رو الله متعال برای ما معرفی میکنه در اعمال آنها، در رفتار آنها. اگر از قلب آنها ما خبر نداریم اما ظاهر آنها رو میبینیم. صفات اونها رو برای ما معرفی میکنه. اینها رو برای ما معرفی میکنه که اینها چگونه انسانهایی هستند. در سوره مبارکه نساء از بزرگترین صفاتی که منافقین دارند میفهمند الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین در آیه 138 و بعد به تفصیل الله متعال در سوره مبارکه نساء درباره صفات اینها صحبت می‌فرماید. منافقان را به عذاب دردناکی بشارت ده، کسانی که کفار را به جای مؤمنان به دوستی می‌گیرند. از صفات بارز اینها دوستی با کفار است، چون خودشون کافرند. اینها کافر رو بر مسلمان ترجیح میدن، همیشه جانبدار کافر هستند.
در هر حکایتی طرفدار کافر هستند. اگر ظلمی است طرفدار ظلم کافر هستند. اگر جنگ است طرفدار کافر هستند. اگر مشکلی است طرفدار کافر هستند. اینها اصلا کلا همیشه حامی کفارند. وکیل مدافع کفار هستند. همدم و همنشین با کفار هستند. مصالح اینها گره خورده با کفار. اولویت اینها کفار هستند. باز در ادامه المطال برای ما میفرماید که و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالی، وقتی نماز میخوانند به زور، چون اصلا اعتقادی ندارن. در بین بقیه به خاطر تظاهر به این که ما مسلمانیم جلوی دوربین ها باید یک نمازی بخوانند، باید عکسی پخش بکنند، باید یک فیلمی از اونها پخش بشه که مردم گمان کنن این مسلمان است، چون اینها در قدرت هستند، چون اینها صاحب ثروت هستند، چون اینها در جامعه اسلامی هستند. اینها رو باید کسی به عنوان مسلمان بپذیرد. ولا یذکرون الله الا قلیلا، یا در دعای مطال هستن سراغ اینها نمی آید. اینجا برگردیم در این آیات، در آیه 11 از دعای مطال میفرماید و از صفات اینها این است و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. بزرگترین صفت اینها فساد برپا کردن روی زمین است. در همین سوره در آیه 205 میفرماید و اذا تولی سعى فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقتی به قدرت میرسن، وقتی که اینها به منصبی میرسن، تلاش اینها ایجاد فساد است، بستری برای ایجاد فساد، فتنه، ابتلا. اینها به دنبال نشر فساد هستند، به دنبال ایجاد محافل فساد هستند، شهوت و ایجاد فسق و فجور، گناهان، معصیت، محفل‌های گناه، معصیت، فسق، فجور. و اذا تولی سعى فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث والنسل. نسل‌ها رو از هم میپاشند، از بین میبرند، برکت رو از بین میبرند. اینها نسل‌ها رو تباه میکنند. الله لا يحب الفساد. الله متعال فساد رو دوست ندارد. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی به آنها اعتراض میکنید آقا فساد نکنید فساد روی زمین، فساد به پا نکنید، فساد به پا نکنید، خیانت نکنید، جنایت نکنید، دزدی و غارت نکنید، اموال بیت المال را به غارت نبرید، اشاعه فحشا نکنید، بی بندوباری راه نیندازید، ترویج کفر و فسق و فجور و شراب و بی بندوباری نکنید، حیا رو از مردم نگیرید، بی حیایی رو ترویج نکنید، رسانه های خودتون رو کنترل بکنید، برنامه های خودتون رو کنترل بکنید، فضاها رو کنترل بکنید، محیط رو اداره بکنید، جلوی فساد رو بگیرید، امنیت اخلاقی جامعه رو به خطر نیندازید. وقتی به اونا گفته میشود فساد نیاورید، نسل‌ها رو تباه نکنید، به خطر نیندازید، امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی رو در جامعه کنترل بکنید، این فسادها رو جلویش رو بگیرید. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. میگویند ما به دنبال اصلاح هستیم، مصلح حقیقی ما هستیم، ما انسان‌هایی هستیم که به دنبال تغییر اوضاع هستیم، اصلاح می آوریم. ما می‌خواهیم که اصلاحات اقتصادی، اصلاحات اجتماعی، اصلاحات سیاسی بیاوریم. ما می‌خواهیم که ما دفاع می‌کنیم از حقوق مردم، آزادی‌های مردم، دموکراسی می‌آوریم. ما می‌خواهیم که در این جامعه رفاه بیاوریم، پیشرفت بیاوریم، تمدن بیاوریم. این اصطلاحات پر زرق و برق دهن پر کن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. ما اصلاح می‌آوریم. اصلاح، ترویج فحشا، ترویج منکر، ترویج رذائل اخلاقی، حمایت از شذوذ جنسی، حمایت از همجنس گرایان شده اصلاح، ایجاد بیبندوباری و فسق و فجور شده اصلاح. اینها همه فسادهایی رو که انجام می شود، هر کدوم رو تحت یک عنوان، یک نامی، دفاع از حقوق انسانها، آزادیهای انسان، کرامت انسانی، اسمهای پرزرق و برقی هم روش می گذار. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الله متعال میفهمد آگاه باشید که مفسدان حقیقی همینها هستند. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اینها همون مفسدان حقیقی هستند اما این شعور رو ندارن، درک رو ندارن. مفسد حقیقی همینها هستند. اینا خودشان مفسد هستند اما شعور این رو ندارن.
منافق گمان میکند که مصلح است و مصلح رو نادان فرض میکند. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. در آیه 13 الله متعال صفت بارزتری رو برای ما بیان می‌دارد از منافقان. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی به اینها گفته شود ایمان بیاورید، کما آمن الناس، به مانند ایمان دیگر انسان‌ها، شما هم به مانند بقیه مؤمنان، بقیه انسان‌هایی که ایمان آوردن ایمانی مثل آنها بیاورید. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء، میگویند آیا انؤمن، ما ایمان بیاوریم به مانند این عده انسان‌های نادان؟ یکی از صفات منافقین این هست که مصلحین رو، دعوتگران رو، اهل دین رو، علما را، کسانی که در مسیر دین هستند، کسانی که دین رو ترویج میکنند، کسانی که دین را به مردم یاد میدهند، کسانی که اینها وظیفه رساندن رسالت الهی رو بعد از انبیای الهی به عهده گرفتند، اینها رو نادان میدانند، مسخره میکنند، به تمسخر میگیرند، احمق فرض میکنند، با آنها میخندند. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء، وقتی اونها میگوید که ایمانی بیاورید به مانند ایمان بقیه مردم، ایمان درستی بیاورید، پایبند باشید. در همین سوره الله متعال میفرماید بعد از ذکر آیات منافقین در آیات 205 204 204 و تا 207 و 8 24 تا 208 الله متعال در آیه 208 میفرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، همه تن به اسلام داخل شوید. وقتی صحبت از التزام دینی می شود، وقتی به منافق میگیم که آقا ایمان میآورید مثل فلان مسلمان، فلان مسلمان، درست مسلمان باش، یک مسلمان همه تن باش، درست حسابی مسلمان شو، کامل به اسلام داخل شو، میگن انؤمن کما آمن السفهاء، مثل این آدمای نادان، مثل این ملا صاحبا، مثل این صوفی صاحب تمسخر میکنن. در پایان سوره مطففین الله متعال وصف حالی رو از این عده دارد که ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، مجرمان، گناهکاران، فاسقان، مستکبران، ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، به مؤمنان میخندیدن. و اذا مروا بهم يتغامزون، و وقتی که از کنار آنها گذر میکردن با چشمان خود اونها رو به تمسخر میگرفتن. این رو نگاه کن، قیافه‌ش رو نگاه کن، ریشش رو نگاه کن، لباسش رو نگاه کن، حجابش رو نگاه کن، نقابش رو نگاه کن، لباس نماز خوندنش رو نگاه کن، ذکرش رو نگاه کن، عبادتش رو نگاه بکن. و اینها رو تمسخر میکردن. الان متاسفانه عده‌ای هستن که خود رو مسلمان میدانند اما التزام دینی رو تمسخر گرفتن. در پایان مطففین میفرماد در ادامه و اذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فکهین، وقتی کنار خانواده خود هم میروند باز حدیث ذکر خانواده همین است فقط. امروز رفتم در خیابان فلانی رو دیدم قه میخواندن، امروز ذکر دیدم اینطور، قیافش اینطور بود، تیپش اینطور بود، ریشش اینطور بود، حجابش اینطور بود، نقاب داشت، فلان داشت. پای بندهایی به دین رو میخندن، به اونها تمسخر میکنند. هر کسی که ادعای اسلام دارد، کافر که صفش مشخصه، کافر صفش مشخصه. کسی که ادعای دین و مسلمانی دارد، شعار روشنفکری، شعار اصلاح طلبی، شعار ایجاد یک قرائت نوین در جامعه دارد و کسانی رو که ملتزم هستند، پایبند هستند، تمسخر میکنه، میخنده، توهین میکنه، به سخره میگیره، اونها رو نادان فرض میکنه، خود رو انسان عاقل فهمیده فرض میکند، از ایمان خود بترسد که در زمره منافقان قرار نگرفته باشد. یکی از صفات منافقین این هست که همیشه به دنبال این هستند که چگونه اهل دین رو مسخره بکنن، به تمسخر بگیرن، متهم بکنن، نادان فرض بکنن. اونهایی که خودشون منافق هستن اینها رو متهم به نفاق بکنند. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء، وقتی به اونها میگویید که بیا ایمان بیاور، آقا شما ایمان بیاور، فلانی رو نگاه کن، فلانی رو نگاه کن، از اون یاد بگیر، این آدم نادان عقب مانده متحجر مثل این مسخره میکنند. یک برداشت دیگر هم در این آیه هست،
در ادامه الله متعال میگه الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون. نادان حقیقی خود اینها هستند که پایبندان به دین رو، ملتزمین به دین رو به تمسخر میگنن اما نمیفهمند، این درک و شعور رو ندارند. یک برداشت دیگر از همین آیه، یک برداشت لطیفی است که یکی دیگر از صفات مهم منافقین رو برای ما بیان می‌فرماید، این هست که وقتی این آیه نازل شد، آیه 13 در سوره مبارکه بقره، و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، در زمان رسول الله علیه الصلاه و السلام وقتی این آیه رو رسول الله علیه الصلاه و السلام می‌خواند بر صحابه خود، و اذا قیل لهم، وقتی که به منافقان گفته شود ایمان بیاورید به مانند ایمان بقیه مردم، کما آمن الناس، این ناس در اینجا کیا بودند؟ وقتی این آیه نازل شد به منافقان گفته میشد ایمان بیاورید به مانند ایمان بقیه مردم. بقیه مردم کیا بودند؟ ابوبکر، عمر، عثمان، حیدر، طلحه، زبیر، عبدالرحمن، ابو عبیده، سعد و سعید، عبدالله بن مسعود، عمار، محمد بن مسلمه، سعد بن معاذ، صحابه رسول الله علیه السلام، عایشه، حفصه، فاطمه، همسران رسول الله علیه السلام، دختران رسول الله، اهل بیت رسول الله علیه السلام. الله متعال میفرماید وقتی که به منافقان گفته میشد بیا ایمانی به مانند ایمان ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عایشه و حفصه بیاور، آنها میگفتند انؤمن کما آمن السفهاء، ما ایمانی به مانند ایمان این انسانهای نادان بیاوریم. الله متعال میفرماید الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون. نادان حقیقی آن کسی است که صحابه رسول علیه السلام را نادان میداند، همسران او را نادان میداند. منافق واقعی کسی است که دشمنی دارد با صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم. این آیه به صراحت میگوید هر کسی که صحابه رسول الله علیه السلام را نادان بداند، هر کسی که همسران رسول الله علیه السلام را نادان بداند، چه برسد که آنها را بیدین به حساب بیاورد، گمراه به حساب بیاورد، این انسان منافق است. یکی از بزرگترین صفات منافقین در امت اسلامی دشمنی فرد با صحابه رسول علیه السلام است، با اهل بیت رسول که در رأس آن همسران رسول علیه السلام هستند. هر کسی که دهان باز می‌کند به بدگویی همسران رسول علیه السلام، به بدگویی صحابه رسول علیه السلام، یقینا این انسان منافق است. هیچ شکی در نفاق این نیست. این صریح آیات قرآن کریم است. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی با آنها گفته می شود ایمان بیاورید به مانند ایمان بقیه مردم، یعنی صحابه رسول علیه السلام، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، یعنی طلحه و زبیر، یعنی عایشه و حفصه، همسران رسول علیه السلام. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء، به مانند این انسان‌های نادان، اون کسانی که صحابه رسول را نادان می‌دانند. الله متعال می‌فرماید الا انهم هم السفهاء، نادان حقیقی خود این منافقان هستند. ولکن لا یعلمون، اما اینقدر درک و شعور ندارن که همین رو هم بفهمند. انسان‌های نادانی هستند به حدی که اصلا نمی‌دانند همین رو هم درک نمی‌کنند که صحابه رسول الله علیه السلام را رحمة الله انتخاب کرده است تا در کنار رسولش باشند. اینها نمونه ایمان هستند، الگوی ایمان هستند. همون کسانی که در آیه 100 سوره مبارکه توبه قبل از اینکه آیات نفاق رو شروع بکنه، اول مؤمنان حقیقی رو معرفی میکنه و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، پیشگامان اولیه در ایمان که همان مهاجرین و انصار هستند، والذین اتبعوهم باحسان، و هر کسی که در پی آنها به نیکی از صحابه رسول الله مهاجرین و انصار پیروی کند، رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله از آنها راضی است و آنها از الله متعال راضی هستند و برای آنها جنتی آماده کرده که از فرودست آنها نهرها جاری است. در همین سوره مبارکه بقره در آیه 137 الله متعال می‌فرماید فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر دیگران ایمانی بیاورند به مثل آنچه که شما صحابه ایمان آوردید، به مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، آنگاه اینها هدایت شدند و رهیاب شدند. و این تولوا فانما هم فی شقاق، اگر حاضر نشدند ایمانی به مانند ایمان شما صحابه بیاورند، پس آنگاه آنها در شق دیگری هستند، در گمراهی و ضلالت هستند، در مسیر دیگری هستند. آیات صریح قرآن کریم
نشان از این دارد که صحابه رسول علیه السلام الگوی ایمان معرفی شدند. در آیه 137 سوره بقره، در آیه 100 سوره مبارکه توبه که آیات صریحی هستند. در سوره مبارکه نور بعد از این که الله متعال از آیه 11 تا 27 در دفاع از ام المؤمنین عایشه آیاتی نازل فرموده، شما آیات افک رو ببینید که چگونه الله متعال منافقان رو ملامت میکنه، بلکه مسلمانانی که در برابر منافقان سکوت کردن، آنها را پاسخ ندادن، هم ملامت میکنه که چرا سکوت کردید؟ چرا سکوت کردید؟ یکی از بارزترین، شاخصترین و واضحترین صفات منافقین در امت اسلامی، کفاری که به دروغ ادعای مسلمان بودن میکنند، این است که با صحابه رسول الله علیه السلام دشمنی دارند، آنها را نادان میدانند، آنها را نادان برمیشمارند. الله متعال میفرماید: اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. و هنگامی که با آنان گفته می شود ایمانی بیاورید به مانند ایمان صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم که چگونه ایمان آوردند، میگویند آیا ایمانی به مانند این انسانهای نادان بیاوریم؟ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. به آگاه باشید که نادان حقیقی خود این افراد هستند، اما اینقدر درک و شعور ندارند که بدانند که خودشان نادانند. و اذا لقوا الذين امنوا اشاردهم و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا. وقتی با مؤمنان روبرو میشوند میگویند ما ایمان آوردیم، ما از شما هستیم، همه ما و شما منا هستیم، ما شما برادر هم هستیم. صحبت از اتحاد بین مسلمین میکنند، صحبت از اخوت و برادری اسلامی میکنند. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم. وقتی که به پیش سرداران و بزرگان خود می روند، الله متعال نفرمود که بزرگانشان، فرمود شیاطینهم، پیش شیطانهای بزرگ خود می روند. الله متعال رهبران منافقان را شیطان نامید، چون واقعا اینها شیطان هستند. وقتی پیش شیطانهای خود می روند، وقتی پیش بزرگان خود می روند، با آنها اعتراض می کنند که چرا شما اینقدر مجامله می کنید با این انسانها، با این مسلمانان نادان نفهم احمق؟ چرا شما با اینها مجامله می کنید؟ چرا صراحتا اونها رو نمیگویید احمق و کافر و مرتد، گرچه از زبان اینها چیزهایی در می رفت؟ چرا همین رو هم شیطانهای اونها راضی نیستند که همین قدر هم اینها با مسلمانان مجامله بکنن؟ اینها میگویند قالوا انا معکم، ما که با شما هستیم. سرداران کفر اینها میگویند انا معکم انما نحن مستهزئون، ما که با شما هستیم، ما با شما هم خوشیم، با شما هم نشینیم، با شما هم راهیم، هم فکریم، ما و شما یکی هستیم، اما اینها رو مجبوریم با اینها کنار بیاییم. انما نحن مستهزئون، ما اینها رو مسخره میکنیم اینها رو. با گفتن این که ما و شما برادر هستیم، ما و شما سمینارهای اخوت و برادری میگیریم و خود را با آنها یکی میدانیم و پشت سر هر کاری که میخواهیم انجام میدهیم. منافق هیچ وقت دوست مسلمان نخواهد بود، هر چقدر شعار بدهد، هر چقدر که خود را دوست معرفی کند. منافق است، دشمن است، مار در آستین است، از پشت به انسان خنجر میزند. الله متعال میفرماید اینها میگویند ما آنها را مسخره میکنیم. الله یستهزئ بهم، در حقیقت این الله است که آنها را به استهزا میگیرد، مثل خودشان با آنها رفتار میکند. بعد وقتی که اینها در قیامت همه مسلمانان به سمت بهشت میروند و درهای بهشت باز است، اینها هم سعی میکنند به سمت بهشت روانه شوند. خود را جزء مسلمان ها معرفی کرده بودند، به یک باله درهای بهشت به سوی اینها بسته میشود و اینها به استهزا گرفته میشوند. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، و اینها رو مهلت میدهد، اجازه میدهد تا در این طغیانشان، تا در این گناه و کفر و فسق و فجورشان غرق شوند. الله متعال یکی از سنت‌های الهی نزد او این است که به کافر، به مشرک و منافق مهلت میدهد، فرصت میدهد، نه به این خاطر که خیر او را میخواهد، نه به این خاطر که از او راضی است،
بلکه به این خاطر تا بیشتر گناه کنند و در نتیجه بیشتر عذاب شود. و این ترجمه آیه 178 از سوره مبارکه آل عمران است که می‌فرماید ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. و کافران گمان نبرند که من الله با عظمت با آنها مهلت میدهم که خیر آنها را میخواهم. نه، این گونه نیست، بلکه با آنها مهلت میدهم تا بیشتر گناه کنند و نتیجه این است که بیشتر عذاب خواهند شد. اینها اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینها کسانی هستند که خریدند گمراهی را به قیمت هدایت، در این معامله خود سود نکردند. فما ربحت تجارتهم، و این تجارت آنها سودمند نبود برای آنها. فما ربحت تجارتهم، سود نکرد تجارتشان. و ما كانوا مهتدین، به هدایت هم نشدند، نه مسلمان شدند، نه تجارتی که داشتند سود کرد، و اینها زیان میبینند، زیرا که در آخرت هیچ سودی به آنها نخواهد رسید و هیچ چیزی دستگیر آنها نخواهد شد. الله متعال برای ما در این آیات از صفات منافقین گفت، همانهایی که در سوره مبارکه نساء می‌فرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. آنها در قعر آتش دوزخ خواهند ماند و برای آنها هیچ یاوری نخواهی یافت. منافق در دوزخ درجه پایین‌تر از مشرک و کافر دارد. منافق پایین‌تر از فرعون و هامان و قارون خواهد بود، پایین‌تر از ابو جهل و ابو لهب و عتبه و شیبه خواهد بود، زیرا این انسان دو جرم دارد، یکی کفر و شرک است و دیگری دروغ و فریب دادن مسلمانان، و به همین خاطر در پایین‌ترین درجه دوزخ است. در ادامه الله متعال در 4 آیه در پایان بیان صفات منافقین و خطر آنها در ابتدای قرآن کریم برای مسلمانان 2 مثال میزند. یک مثال ناری یا همان آتشی و یک مثال مائی یا همان آب. مثالی از آتش و آب برای منافقان تا وصف حال آنها را برای ما بهتر بیان کند. و بیاری الله متعال در برنامه دیگر به همراه شما سروران به شرح این مثال ها خواهیم پرداخت و ذکر 13 آیه درباره منافقین تأکید بر تأکید است در ابتدای قرآن کریم که امت اسلامی آگاه باشد که دشمنان حقیقی خود را بشناسد. بزرگترین ضربه هایی که با امت میخورد از دست منافقان داخلی است. تا منافقان شناخته نشوند، تا چهره منافقان بیان نگردد، تا اوصاف آنها برای امت ما آشکار نشود، تا امت خود را از شر منافقان نجات ندهد، اینها ضربه های جبران ناپذیری را به پیکره امت وارد خواهند کرد. همیشه اینها در تاریخ امت اسلامی منافقان، کسانی که ادعای اسلام دارند و در صف مسلمانان هستند، از پشت خنجر زدند و می‌طلبد که ما در این باره مطالعات بیشتری داشته باشیم، آیات بیشتری را در قرآن کریم درباره منافقان تلاوت بکنیم، به ترجمه آنها بپردازیم تا اینها رو خوب بشناسیم و با یک شعاری که ما ایمان داریم به الله و روز آخرت، ما مسلمانیم، ما با شما هستیم، فریب نخوریم و به اینها اعتماد نکنیم و تا وقتی که اینها از صف مسلمانان خارج نشوند، امت اسلامی روی خوش نخواهد دید. الله متعال شر منافقان از امت اسلامی کم بگرداند. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خود یاری فرمودید. در برنامه دیگر به ادامه آیات خواهیم پرداخت و مثال هایی که الله متعال درباره منافقان در پایان ذکر صفات آنها بیان نموده است. تا دیدار دیگر همه شما سروران به الله متعال میسپارم. الله یارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.